درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی و قدر، امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشید. درود خداوند به خانواده یکایک شما بود، یا با منی یا دشمنی منی. یعنی که شیار مردم اصلی تاجیکستان ما از همین عبارت است، یا با منی یا دشمنی منی. ببینید دوستای عزیزم، اگر که وقتی که من با یک آدم اگر که گویم که بین ما یعنی که کمبودی باشه، اگر دوستی دیگری من با او اگر دوستی کنه یعنی دوست باشه، من یگان گرام گویم که یگان مایده با این دوستم نمیگم که تو چرا با او دوستی میکنی هم با من دوستی میکنی. برای که هر یک انسان آزاد هست و هر یک انسان میخواد با هر کی دوستی کنه. اساسی مشکلات تاجیکستان یا که مردم تاجیکستان ما، مفکوره مردم ما ای است که اگر که مثال 4 تا 5 تا دوست باشن و از بین او یک تاش مثال گیریم با یک تاش اگر گپش گریخته مونه، بعد از او این با دیگر دوستاش اسلاویا میمونه، میگه قطیمه جورایی که قطیو گپ میزنی، قطیو کریسا گپ میزنی و کاروچی تریای، یعنی که گنده کردن او ده. یا اینکه اگر که در دستی او ولاست باشه، توانایی باشه، او از تواناییش استفاده برده بگیم کلان من میکنه ترا گپ زنه، تو گپ نزنه. یعنی که امام علی هم از آن جمله امروز همین کار کرده است. من شخصا اگر که با رستم امام علی اگر دوست میبودم، برادر میبود، قطیمه دوستی میکرد، اگر گرچه ما پدری و قطی بگیم در سیاست مخالفت کنم، اما ما با رستم دوستی ما نمیکندم. اگر که رستم هم فهمیش ما را میداشت، یعنی که تو در سیاست مخالف پدر من هستی، در سیاست، در زندگی نه، در حیات نه، تنها در سیاست رقابت داریم و میتونستم که دوام شد دوستی کنم امروز. یعنی مشکلات اصلی مردم ما شخصا یکی از همون گویم که مشکلاتی هست که مردم با همون نابودی میکشه، میبره طرف نابودی میبره. همین چیز است. اگر 3 برادر باشن، یکی 2 تاش با گپاشون گرفته مونه یعنی دوست باشن و ایشم و دیگریشم از همه دا وزمینتر و مشکلتر در سر 3 آدم میزنه. برای چی؟ برای اون که هر دی این همون پرینسیپای خود دارن و 3 آدم انتخاب کنه با این دوستی کنه یا با او دوستی کنه. یعنی در ما خیلی چیز نیست، در ما یگان چی نیست. اگر کدام قطعی من مثال گیریم مراسا نکرده باشیم، کمبودی داشته باشیم، اگر که دادر ما یا که بگیم خانواده ما از اون جمله فرق نداره، هر کسی که باشه، شخصا اگر دادر من باشه، قطعی او اگر جورگی کنه رو بیایا بشینه، بگیم که من اصلا کلمه با دادرم نمیگم که بچه او گویم که قطعی ما کمبودی داره، کنفلیکت داره، تو میره قطعی او جورگی میکنی. برای چی؟ برای اون که کمبودی و کنفلیکت یا که بگیم که نافهمی بین من و بین او هست. یعنی در اینجا 3 آدم 4 آدم خوش کردن خودش ناتوغری. من بسیار کامنت ها را بسیار نظر کردم و انسان هستن، بگیم بعضی دوستای شخصی خودم هستن، میگن که تو چرا در امام علی تزیه بیان میکنی یا که در دیگر کسی کار میکنی یا که در فلانی کار میکنی. امام علی میگه ما تمام دنیا را اگر بکشم پروا ندارم. او فکر امام علی است، او نظر امام علی است، او رفتار و کردار و عقل امام علی است. یعنی که دیگر نمیشه و همه ما امام علی شویم، نمیشه و همه ما از تنایف شیده نمیتونیم، همه ما امام علی شیده نمیتونیم، همه ما جاسوس شیده نمیتونیم، همه ما بگیم که پریداتل شیده نمیتونیم، همه ما پول پرست شیده نمیتونیم. هر یک انسان بگیم همو طبیعتی خود چه داره و میبروین مردم را میگن که
من ترا باور میکردم تو این کار کردی. باید که او آدمایی که بسیار انمی کمبودی در بسیار جا هست. اصلا من بگیم که خصوصا در بسیار دوستام هم گفتگی هستم که برادرای عزیز وقتی که بین تو بین این کنفلیکت هست التماس سیم آدم مرا کش نکن. ما قطعی هم دوست هستم و قطعی هم دوست هستم، یعنی که شما نفهمی کردیم بیناتون. بعضا انسانایی هستن که حتی بگن که خونت دعوت نکه، اگر خونت بروم من دیگه خونت نمیام. یعنی التیماتم در آدم سیمه که ابسولوت نداری کمبودی علاقه نداره. میفهمی نمیره؟ آدم سیمه که بین یودا هر سه که دوست بدن ابسولوت نه علاقه در کمبودی یا نداره. نه که ایش هم التیمات میمونه تو خونه اون نره یا که تو خونه دعوت نکه، ایش هم از اون جمله هم التیمات ما میمونه او باشه من نمیام. خب اگر یا او را فایرات که یا ما را فایرات که یا ما بیام او نباشه یا بیا من نباشم. خلاص یک پرابلم هست که دو آدم کمبودی داره استرادت سیم آدم میکنه، سیم دوست استرادت میکنه، یعنی که در مبین میمونه نمیدونه چیکار کنه. ایشا بگه که ایشم دوست هست، ایشم دوست هست، ایشم شناس هست، ایشم بعضی انسان ها مثال در همین حیات شخصی خودم همین ریال هم خیلی شیده میویده برای هم خواستم در همین مسئله کم ترگب زنم. مثال بعضی انسان ها هم خیلی دوست میشوه همراه و بسیار یک دوستی نزدیک میشوه، تمامی بگیم که شرط شرایط با یک دیگر بگیم موافق میوی گپ میزنی، کمبودی بهبودی همه وقت بگیم تلفن کدام است و بعد از بگیم که یک کمبودی در یک جای دیگر میشوه برای که او کمبودی شدگی، یعنی که این دوستم در همو آبش کروگ هست، همین کروگ ده آب شده. این دوستی که هست که تو بسیار قدرش میکنی، بسیار قدر میکنی. آبش کروگ ده هست نه که او دوستی در همو کروگ هم هست، همو کروگی که تو میگردی و یک کمبودی میشوه از همو جهت میرای و آبش کروگ زپرت میمونه که او را که تو تلفن نکنه و تو قطعی گپ نزنه و تو را خونش دعوت نکنه. یعنی که خونه دیگر کسی خزاینی چیت میکردگی انسانو هسته یا که تو را میگه که خونه دعوت نکنه، تمام مون رفت، تمام توکلش به خدا، او دیگه قطعی ما دوست نیست، تو قطعی ما جوره نیست، تمام. اما اینجا پرابلم دیگر چیز است، اما بعضا دوستا در کنترل دیگر انسانو میغلطه و که از ولست خودش استفاده میبرن، ترک زپرت میمونن. ولی البته همه بینی بگیم که دوستت است، اما ما همچون انسان درک میکنم همون را که همون انسان بگیم که در هم پچینت غلطیدگی است. برای هم میگم خیلی ما یک روز نه یک روز دوستم عقلش میدرویه، یک روز نه یک روز دوستم میگه که ای برادر همه کاری ما یک طرف است، نه که او قطعی دوست است، او برادر است، او شب و روز بگیم که قطعی در علاقه بود، مرا نمیتونه شما زپرت مونده. یعنی که اسلوبی است، یا قطعی هم میرای یا که در آبش کروگ میستی، یعنی که کتیول دا میستی یا که میرای قطعی هم گپ نمیزنی. یعنی که هم خیلی التیماتوم میمونه. اما همون انسان بگیم که سیم آدم ببینین استرادت میکنه، چهارم آدم استرادت میکنه، قطعی دوستش گپ زدن نمیتونه، دوستش قطعی علاقه کردن نمیتونه. سبب چی؟ سبب التیماتوم است، تو گپ نمیزنی، تو علاقه نمیکنی. میدونی نمیره؟ یعنی که از شما من خواهش میکنم هر یک انسان در این دنیا اینکه هست او فکر نظر آزاد خود داره و هیچ وقت شما بین یک دیگری یا دیگر انسان قطعی کنفلیکت کشیدین که در همون کتیال که دوستی همون انسان باشه التیماتم نمونین در اون انسان. مثال گیریم اوی انسان در نکاح شما نیست، آبشی در یک کتیال است بگیم پروسته یک اپشین است، گفتیم گپا یک کروگ است، در همون کروگ است، یا که در تجارت باشه یا که در یک چیز دیگر باشه.
او پرابلمای تا است خودت حل که قطعیش من میفهمم یک روز میگذره 2 روز میگذره 3 روز میگذره بعد درک میکنه سال بگذرم همون انسان یا که این انسان خطاگی خیچه میفهمه باز بگم که یک روز نه یک روز دست میتن میگن خیلی نمیجه نمیشتی بوشیده بود همی کمبودی شده بود بیا برادر خیلی که هم از 90 کردیم هم از 90 کردم نو پریتم سیم آدمی که ultimatum موندگی انسان که зависим یا از او یا از این طرف بود او انسان چی میشوه بعد او انسان چی میشوه پرابلم را میدونیم برای همین ما از همه شما خواهش میکنم هموطنان عزیز لبوی کانفلیکت قطعی لبوی آدم داره بین خیتون حل کنیم و آدم دیگری که قطعی و آدم رو بیو میکنه یا که گپ میزنه یا که فکری آزادی خیلی چه میگه بگیم که اولتیمات میخیتونه در بالای اون نمونه این خطای بزرگی شما است این خطای کلانی هر یک بگیم که انسانی است که همین کارو را تکرار میکنه یا که همین کارو را میکنه این خطاش است خطای بزرگش است خب در کتیال ما نیست تمام کدامی که دوستی دارین قطعی و برادری دارین نکنین برادریتونه هم خیلی پردازت کدام بگیرین زنگ بزنین خونه دعوت کنین خونهش برین بگیم که دود گرفتتون کنده نکنین از بینتون بگیم خیلی نشید در کتیال بگیم که تمام نخواست یا که نشید رفت یعنی که آبش کروک ده دیگه نیست یعنی تمای کروک از او دیگر بیرن است اما دوستی تونه نکنین یکون ای از عادل ای از عقل ای از فراست انسان که بگیم که امبیسیای خودش در بالای همه بگیم که اولتیماتوم نمیمونه که باید تگاب نزنی تو زنگ نزنی ای کارا نکنی تو تمام تو نکن ای کارا نکن ای از خطاگی و همین چیز من نگاه کردم در تمام مردم تاجیکستانی های ما انیقترش همین مشکلی هست یعنی که خصوصا نمی یک تزیه او آدم مرد من اصلا مرده قطعی رقابت نمیکنم من مرده قطعی برای مرده قطعی باید من رقابت کنم باید من اول بمبرم بعد قطعی رقابت کنم ما در روی زمین انسانی در تای زمین است یا که انسانی که جانش برآمدگی است ما او را قفاش بد گفتن بگیم که خودتون بگین که یعنی تمام همی دوملوی ما هم قدر خدمت ها کردن که هم قدر فهموندن که در حالتی در بالای پیغمبر بگیم که بگیم شکنبه میپرتافتن نه میگه نمیگه پمیسون من از دهنی شما شنویده هستم خار میپرتافتن در تای پوش یکی روزی همه آدم مرد پیغمبر گریه کرد پرسیدنش که چی با گریه میکنی؟ گفت که همه آدم مسلمان نشیدم و مرد یعنی که بازم دلش سوختم بوده که جهنم میره ببین همه آدمی که هم قدر بدی کرد در حقش بازم دلش سوخت که همین انسان اگر مسلمان میشید ایمان میورد میمرد جنت میرفت یعنی که یک انسان مسلمان نشیده مرد رفت یا که دیگر انسان هایی که بدی میکردن و غیر کارها میکردن نه بدی نمیکرد که در عوضش رفتار خوب میکرد کردار خوب میکرد تا که انسان از اخلاق این انسان بگیم ایزا بکشه که بیست همه آدم همه قدر کار کرده ایستادم اما همین انسان باز هم روزی دردی من مردک واری همین انسان مردک است روزی دردی من هم دردیش بیان کرد که من هم درد هستم این مشکلی است یکون چیز نبود اما کدامید که نمیدونم دیگر کنفلیکت ها داره دیگر کمبودی ها داره یا که دیگر مفکورایی که دارن در سر دیگر کس و شما میخواین که منم خواستی شما را بکنم ده من یگان بار شما را نمیگم خواستی ما را بکنی من خواستی خدمت میگم گپ میزنم میگم برادری عزیزم در کار هست برات بگیر
ҷойда дар кор нест, бигзар бира, нигоҳш накун. яъне и мебахшедам як пум камтар маи пиштаги аст, хеле мегӯям лат хурч хеле шид. яъне бигир ҷои дар кориша, ҷое ки дар кор нест, просто бигӯ ки хай гуфт да гуфт. дар дунё рӯзи дуруст ҳамаи инсон гап мезана, ҳамаи инсон гап мезана, як маъне. хонада гап задестан, маъракада гап задестан, корхонада гап задестан, ҳама барои якдигар чизе мега. аммо аз дохили ҳамун дар ҳаёти инсон лозимӣ будаги чизша кадоме мегира ва кадоми дигар бигем ки умуман намегираш. манам аз он ҷумла қатори ҳамун инсонҳо чизе ки мебинам ва чизе ки бигем ки ақли ман бигем ҳазм мекунам и чиза аз нигоҳи ман, яъне аз нигоҳи штани, аз нигоҳи дигар кас не, аз нигоҳи худам, яъне ки ҳамин хато аст ё ки дуруст аст. ман мегӯм, шояд ман гуфтагим хато боша, шояд гуфтагим дуруст боша. яъне ки худат дуруст шавгӣ, хатоша аҳамият надиҳӣ. аммо дар сари ман ултиматум бигем ки ту намедонам ин кора кардӣ ё ки ту дигар кора кардӣ ё ки ту қаҳрамон шиданӣ ҳастӣ. ман қаҳрамон шиданӣ нестам, ман одам шиданӣ, просто одам бошам, халос. просто одам бошам, тамом. ҳаёти хуб дошта бошам, зиндагӣ кунам. намедонам ин дунё ҳам хел ҳамин шаврӯз дигар ҳам мебинӣ ку риш сафед шид, сар сафед шид, номаълум амр куҷо рафтест. яъне дар ҳамин ҳаётам умрам мехостам ки чӣ корое бикунам. ҳар як инсон ба ҳамин умед бигем калон мешавад, яъне орзуҳо дора, мехоҳад чизе бикуна, чизе пешравӣ куна ё ки намедонам чӣ коре бикуна. манам аз ҳамин қатори инсонҳо чизе мехостам бикунам дар ҳаётам ва мехостам зиндагӣ кунам. дар пеши наздиком дар ватанам зиндагӣ кунам ва чизе бикунам дар ӯ ватанам, ки баъд аз бадани ман, рафтани ман, як инсони дигар не як инсони дигар як чиза истифода барад ё ки аз ӯ чиз як ибрат бигира ба худаш. ман ситора шиданӣ нестам, ман орзуи ситорагиам надорам ва касали ситорагиам надорам ки ду кас мара ака бига ма тамом зуру мана биги гуфти ҳаму гапо ана ма болои сари шумо ултиматумонам насиҳаттон кунам, ин такунен ӯ такунен, инай такунен. не, ман ба арзи насиҳата нестам. ман танҳо фикри худман мегӯм ки ҳамин ҷа аз нигоҳи ман хато аст ё ки дуруст аст ё ки бигӯям ислоҳ кардан дар кор ё ки дигар кор кардан дар кор. нигоҳи худман, яъне фикри худман мегӯм. ман шуморо бикунен гуфтан насиҳат ҳам намекунам. мегӯм ки ман ба арзи насиҳати шумо нестам, барое ки ҳар яктаи шуморо худованд калла додагӣ аст, мағзи сар додагӣ аст, чашм додагӣ аст, ақл додагӣ аст. мебинен, мешнавен ва нафас мекашен, ҳамаи чиза дида истоден ва шумо ҳам фикри худтона доре. ман намегӯм ба хости ман зиндагӣ кунед, ба хости худтон зиндагӣ кунед ва ту ҳам ҳақ дорӣ ки навор кунӣ, бигӯй хости дилта, ё ки дигар инсонам ҳақ дора навор куна, бига хости дилша. ин ягон проблема, ягон бигем ки манзара дӯстои азиз, оли ба мардам пива гуфтан абрӯям блека блек мега пива задиста ҳастанай. яъне ки ҳаёти ту аст, ту зиндагӣ кар, ту дар ин дунё омадагӣ, ту ҳаққи зиндагӣ кардан дорӣ, ҳар якта ба хости дилат. аммо дар зиндагиит кӯшиш кӯ ки зиндагии ту зарари зиндагии каси дигар набошад. мефаҳмед намира? ҳар ҳолати зиндагӣ кунӣ, чӣ хеле ки чӣ тавре худта маъқул аст зиндагӣ кӣ, аммо ҳамун хости ту хости каси дигарро поймол накунада. яъне хости ту ҳамун раҳи худша дошта бошад ки ҳеҷ када халал намерасонӣ, кайфи худта мекунӣ, зиндагита мекунӣ, бигем мегардӣ ва ту должнам нестӣ як кас обеспечиват карданда.
و یک کس دیگه должен هم نیست را обеспечивать کردن. اگر پادشکت کنه دیلش بکشه مثال یاردمت میکنه، دیلش نکشه بعد یا گلا گپ میگه. برای همون هیچ که در دنیا هیچ که از هیچ که قرضدار نیست از یگان چیز، از یگان طرف، فقط دوستی است، برادری است. اگر که خواه میکنه یاردم شه، خواه دستگیریش میکنه، نخواه نمیکنه. خواه یه پیوله چایت میته، نخواه نمیته. خواه یه پیوله چای دا فیرادت میکنه، نخواه نمیکنه. میفهمی نمیره. برای همون هیچ وقت اولتیمات ما بلو یکدیگر نگذاره. این بدترین پریویچکه هست، بدترین پریویچکه. میگم که من زیوزنی بالزنی ندارم، کسالی سیتورا ندارم. من این کسال ها در جوانیم گذشتگی هستم، این کسالی سیتورا بدنم. یا وقتا شیدگی بدم سیتورا دام خواستی خدم ای همه بالاتر خدم بدم، یعنی که در نظر خدم. یعنی ای دو آدم اکاد میگفت که تمام تو زور بدهی. ما دیدیم سیتورا گیره و دیدیم که روزی که سیتورا بازانو زد گرد اطراف بدگی گفتی هم گپا افتا و ماها گریختن. بعد فهمیدیم که سیتورگیش چی بده است. برای همون بعضی انسانو کسل سیتورا میشوند. بگیم که همین عیناً این همین کار شما بگیم که این کسل سیتورگی است. اولتیماتوم گذاشتن سر یک است. ما از شما همتون دوستای عزیزم خواهش میکنم فکر نظرتون است زیر کامنت بنویسین. من اولا که از همتون منظرت میخوام، بعضیتون دا جواب دادن میتونم، بعضیتون دا جواب دادن نمیتونم. برای کار، زندگی، حیات ما یگان جای خیلی پول نمیگیرم که بخرم در خونه خواب برم. انا بگیم که روز در سر کامپیوتر یا تلفن دا بشینم و کامنت را بخونم. من با خدا رهبره نمیره در رفته استم که بعضا کامنت را میخونم. بگیم که وقت نیست بخونمش، نیست وقت. زندگی هم خیلی ما یگون سپانسر میلیونر نخیلی گفت که همون گپا سومدار را نیامده ایستاده است. ما از دولت هم کوارتیر نمیگیرم، ما کوارتیر خدمت سنیمت میکنم، پولش هم میتم. ما کمک از دولت نمیگیرم یگون چی. نه پول میگیرم، نه کوارتیر سنیمت میگیرم، هیچی گرفتگی نیستم. ما پروستا خدم همه خیلی حساب میکنم. یا که ما با این گپم گفتن نیستم کسی دیگه میگیره تأخیر داشته باشم یا که کمش کنم. هر یک انسان راه زندگی خیلی داره. میگم کو ما پروستا میخوام خدم از زندگی ما برم، یعنی که نگیرم، نمیگیرم. پروستا نمیخوام گرفتم. کار میکنم، لبای کار میکنم، نمیگیرم پول. نمیدونم شاید پرینسیپی حیاتی ما همی باشه یا که نمیتنی آمده. اما خیلی همه اردش یه چه یا اومده نمیتن یا یک پرینسیپی حیاتی ما هست که من نمیرم بگیم در چی دکی بگم که من پول بتیم. من نبرود میخوام نالوگ بسپارم، نبرود در جامعه میخوام همین سهمم برسه. همچه یک شهروند که در همجا زندگی کردی همین شهروندو زندگی دوران میخوام رنگ همین شهروندو منم کار کنم سهمم برسه، نالوگ بسپارم، پاتین شبتم، دیگر شبتم، خور بالو شبتم، سویت شبتم، بگیم خدم دا پزوالیت میکنم، سنیمات کنم، کوارتیر اما زندگی کنم. مبارزه ای نیست. ما هر روز شما دا بگم یا چی بگم اینا میرم مبارزه بگن. اصلا این کاری که من کرده ایستادم من مبارزه حساب نمیکنم. ما راستش میگم کاری که من کرده ایستادم این مبارزه نیست. من تنها همون کمبودی که میبینم از نگاهی ما همون چیز کمبودی است، همون را برای شما میگم. این همی کانال برآمده است، استفاده میبرم همین کانال میگم براتون. گفتم که گرفتین میگیرین، نگرفتینش گفتی هم گفت تماشا کردین میکنین، نکردینش نمیکنین. ما عادتی خیلی ستاره بدن ندارم و مقصدی خیلی قهرمان و گروی خیلی کسلی هم ندارم. هر یک انسان ملت خودش قدر میکنه تا جای درکاریش.
نه در کلای ملت خودت قهرمان کنی روز روز با خودت عنوان بتی با فرزندات عنوان بتی با خشتبار عنوان بتی ما قهرمانم ما پیشوتونم ما اساسگزارتونم من نمیچتونم نمیدونم ما کماندیرم نه همون خلق خودش چند قطره حرمت کنه یک انسان ترا چند حرمت کنه اونا مقاس قهرمانیت اکثر چیزها ساخته میشوند اکثر چیزها را میسازند تو که در سر مردم بگیم که همون برش کنن همین چیزها را و مفکوره مردم همون طرف بکشن بعضی انسانوی از واقعا گفتی همون گپو نگده یان نه که گرفتن قهرمان ساخته استند ماشینیکای نگده на самом деле просто شما نمیدونین او را نمیشناسینش معلومات ندارین در باره برای یک انسان دیگر این چیز در کار است که این را بگیره قهرمان کنه میگیرن میبروننش در کوچه گفتی همون گپو در نامش کتاب می نویسن میگه قهرمان ای زورای گارن یا انا بگیده قهرمان ای قهرمان و قهرمانوش خلاص просто выгодно است выгодно همون کار کردن برای او را выгодно تر است یعنی خوبتر برای هم برادرای عزیز بگیم که خیلی فکر نکنه که من قهرمان شدنی هستم گرای شدنی هستم نه هیکل ما را در تاجیکستان بمانند نه برادرای عزیز این چیز اصلا فکر نکنه هر چیزی که اگر خلق مردم قبول داره و لایق میبینه در هر جا بگیم که من یک عادت دارم اگر که ما دارم یک صف رفته باشیم یک مثال میگیریم هم یک که رفته استیم یک جنگل های اگر یک آدم بگه که برادر از تنه پیش بدرو بگه پیش میدروم یا که یک کس دیگر بگن که برادر خود پیش بدرو ما دونوگی هم نمیکنم او را در بالای سرش که تو نمیدونی تو خطا میکنی تو ایتا باید کنیم اینه ایتا کنیم یا که دیگر خیل کنیم یا ای طرف کنیم یک minut. Kolego, żarówki nie masz z przodu. Tak, wiem, jedno, tak. Bo ja hamulec rano robiłem. No, dzięki. To i żarówkę zrób. Dzięki. Bo mandat będzie. Okej, dzięki zmienię. میگه که یا طرف سویت در نمیگیرم میگم باشید پتفرنیکش در میگیرم میشه رفتم میگیریم ما بچه های تاجیکستانی هم کوخی بچه های کلوب هم گفتی همو گفت یک چیمش خطی هم میبینیم که جدا چی بدگیشه انا برای همین دوستای عزیزم ما اصلا میگم که از شما یگان چیز دیگه نمیخوام و کسی را بگیم که برای خودش نزدیک میدونه کسی را برای خودش پیش میدروره اما خیلی نیست مثال بعضی جا دما میریم ما دیدیم تاجیکستان دا برای جنازه کردن جنگ کرده ایستادن که ایرا باید ما جنازه کنم و ایرا ما جنازه کنم یعنی برای چی همی کارا میکنن برای چی برای اون که یک انسانی آبرو داره یک انسانی بگیم که در منظره زنگ تلفن شد جو بشینه بگه که فلانی انسان ما جنازه شخونده گیم ده نه خیلی باید سینه بزنه ده برای یک سینه زنی میکنن کارا نه برای اون که برای آخرت باشه یعنی کبر دارن همه باید بالای سر یک دیگر یک کبر یک غرور یک چی میخواهن کار کنن بالای سر مردم ده که فلانی را جنازه شما خونده بودن ده بالای جنازه جنگ کرده ایستادن ده انسان ها یعنی نه کمبودی را ما زیاد داریم این چیزا حتی که عادی ترین چیزا گفتم ده مثال که اولی در کم که جو بود چی جنگ رفته ایستادن برای همو ما اصلا پروا ندارم در این چیزا بابشه اون اهمیت هم نمیتونم و شما هم کوشش کنید گفتی همو گپا همین چیزا را اصلاح کنید و از تمام شما خواهش میکنم اولتیماتم در سر ما نمونید ما عموما یگان اولتیمات ما قبول نمیکنم یگان اولتیمات ما قبول نمیکنم ما هم خیلی عادت دارم ما اگر اولتیماتم قبول میکردم گفتی همو گپا ولی ما
جام در دیگه جا بود بگیم که دیگر انسان بودم پاپکا برداشته گفتی هم گفت اکا گفته پاتینکوی دیگه کسا شکیده ولی دیگر انسان بودم برای همو که ما در اینجا در نخنکی در کوچه و شتم و خطیش موگب میزنم سببش همی است که ما اولتیماتوم قبول نمیکنم خونه تونو بود باشم وطن عزیز بسیار گفتنی نیستم تنها در این باره گفتم همی در آخر میگم که همی عادت پرتوین یا با منی یا دشمنی منی این خطوترین چیز است خدا نگهبانتون